نه بذار اینو نگم، بذار یه تیکر مدت تکلم است. خودشون زندگی میکنه برو بابا، اینه که وظیفه شد. هم دارم اسمش غذا باشه، خیلی با مزه شده. سلام، فودیز هستم و به آشپزخونه خودتون خوش اومدین. امروز قراره که ما با هم دیگه 2 مدل غذا درست بکنیم که مواد اولیه یکسانی دارن: سالاد کارتوفل و ساندویچ کارتوفل. کارتوفل به معنی همون سیب زمینیه، یک کلمه آلمانیه و حالا خب شاید براتون سوال بشه که چرا من سالاد رو گفتم غذا، سالاد که پیش غذاست، ولی مواد اولیه این سالاد به شکلیه که به عنوان غذا میتونه استفاده بشه و بریم که با هم دیگه درستش میکنیم. سیب زمینیامون رو میاریم. من سیب زمینی ها رو از قبل پوست کندم. به 2 صورت و به 2 روش باید اینا رو آماده سازی بکنیم. برای ساندویچ کارتوفل بعد اونا رو به ورقه های نازک، البته این ساندویچ خیلی ترندیه، حتما شما توی سوشال مدیا دیدین، باید به ورقه های نازکی اونو به این صورت در بیاریم. من امروز یه موضوعی هم در نظر گرفتم که راجبش صحبت کنیم. موضوع هستش اینکه آیا مستقل شدن و مستقل از خانواده زندگی کردن، حالا جدا از اینکه حالا یه فردی بخواد ازدواج بکنه یا نکنه، به نظر مثلا انتخاب درستیه یا نه؟ چون من حالا به واسطه دانشگاه تقریبا حدودا 3 سالی میشه که با خانواده‌ام زندگی نمی‌کنم و گفتم که امروز علاوه بر این که حالا 2 مدل غذا یاد میگیریم، یه کمی هم با هم دیگه معاشرت کنیم. من فکر میکنم که هر چیزی خب خوبیای بدی خودشو داره، ولی در کل پیشنهادش میکنم. چرا؟ چون من در کل تنهایی رو بیشتر دوست دارم. البته که من هم خونه دارم، اما خب به هر حال هم خونه ایم با هم دیگه و مثلا خب بخاطر هم خونه آدم مثلا مثل خانواده آدم نیست، یعنی که انتظار داشته باشه مثلا تو حتما همه وعده های غذایی تو مثلا با اون بخوری یا نمیدونم در همه جریانات قرارش بدی. هم خونه ایم، حالا به یه سری از دلایل مالی با هم دیگه هم خونه ایم. البته دوستم هستیم، ولی خب من در کل تنهایی رو چون خیلی دوست دارم و خیلی راحت میتونم وقتی که تنها با خودم وقت بگذرونم. به خاطر همین خب آره من دوست دارم، من پیشنهاد میکنم. ولی خب این دیگه شامل تبعات زیادی هم میشه. فکر میکنم که همین مقدار کافی باشه. ببخشید که من وسط حرف زدنم هی میام یه نکته آشپزی میگم. به هر حال 2 تا چیزی که با هم دیگه تلفیق شده و حالا ببینیم که به چه صورت میشه. خودم رشته کلام از دستم در نمیره، حواسم هست. حالا ما میایم سیب زمینی ها رو فکر نمی کنم مشخص باشه، ولی الان دوربین رو میارم نشون میدم. مثل محلات ساختمون هست که آجورا رو باید یه جوری بچینی که من چه میدونم مثلا اگه اتفاقی افتاد نریزا. اینم همین جوریه، باید لایه لایه اینا رو هم دیگه بچینیم، یعنی یه قسمتش رو لایه قبلی باشه که این محلات ما باز نشه. آره خلاصه داشتم میگفتم. البته خب میگم حالا اینو چیدم میام بهتون نشون میدم کاملا. داشتم میگفتم یه سری خوبی‌ها و یه سری بدی‌ها داره. مثلا یکی از بدی نمیشه بهش بگی، ولی خب یکی از سختیاش اینه که خب حالا تو اگه مریض بشی، حالت بد بشه، نمیدونم همه اینا، این مشکلی که ممکنه وجود داشته باشه و مسئولیتش 100% با خودته. یعنی مثلا اگه بخوای مستقل زندگی بکنی، حالا من درست با خانوادم زیاد فاصله ای ندارم، ولی خب من تو همون شرایطم سعی میکردم که رو پای خودم وایسم، چون مستقل زندگی کردن
چند تا بعد داره به نظر من، چند تا بعد استقلال داره. یکیش همین استقلال فکریه، یکیش استقلال مالیه، یکیش استقلال شخصیتیه، یکیش استقلال همینیه که تو وقتی مثلا یه مشکل اینطوری واسط پیش میاد که جسم تو رو درگیر میکنه بتونی خودت هندلش بکنی، بتونی خودت حلش بکنی. و من توی 3 سالی که اینجا بودم واقعا یکی از بدترین دردها رو کشیدم، سنگکلیه داشتم. حتی یادم همون روز اولی که تازه مستقل شده بودم مریض بودم، سرما خورده بودم و اصلا حالم خوب نبود. بعد خب دیگه ما اسباب کشی کردیم و اینا. اسباب کشی که کردیم من خونه رو چیدم، چون واقعا خوشم نمیاد خونه به هم ریخته باشه با اینکه حالم بد بود. وسایلی که آورده بودم رو چیدم تو خونه و اتاقم هم چیدم و البته اتاقم اون موقع مشترک بود. اتاقم هم چیدم و خب خیلی حالم بد بود. بعد به خودم گفتم که ببین فاتیز، تو اگه که مثلا الان که حالت خوب نیست بخوای سریع برگردی خونه مامانت اینا بگی که من حالم خوب نیست و اینا، دیگه غیر مستقل شدن رو کامل بزن. چون اگه تو امروز برگشتی خونه مامانت دیگه بدون که تو وابسته به اونا و دیگه از این بعد هر اتفاقی هم برات بیفته برمیگردی همونجا. پس حالا که مثلا دیگه شروعش کردی سفت و سخت شروعش کن و رو پای خود وایس، سر تصمیمی هم که گرفتی وایس، چون تصمیم خودم بود. و خب همین کارو کردم دیگه. به هر حال به هر روشی که بود تو این موقعیت میتونم بگم تا حالا قرار نگرفته بودم که خودم مریض باشم و خودم پرستار خودم باشم، ولی بعد اون اینو خیلی خوب یاد گرفتم که خودم مریض باشم، مثلا حالم بد باشه توی برهه‌ای بعد بلنشم پرستار خودم باشم. به این صورت حالا من دایره هم زیاد همچون منظم نیست، ولی خب اینطوری روی همدیگه قرار بدیم. و برای اینکه انسجام داشته باشه و اینا مطمئن باشیم که به هم دیگه میچسبن روشون پنیر پیتزا میپاشیم. فقط یه مسئله حواستون باشه که پنیر پیتزا رو روی کاغذ روغنیتون نذارید، به خاطر اینکه یعنی نریزید، به خاطر اینکه چون ارتباط مستقیمی داره باعث میشه که این زودتر پخته بشه، که نه باعث میشه بسوزه و کلا غذاتون بوی بدی میگیره، به جای اینکه بوی و طعم خوبی داشته باشه بوی سوختنی میگیره. اینو یه لایه پنیر پیتزا روش میریزیم و حالا ادویه هایی که باید، من نمک، فلفل و ادویه ایتالیایی میزنم. شما اگه ادویه ایتالیایی ندارین میتونید اورگانو یا آبشن استفاده کنید. اگه که دوست داشتین رسیپی این ادویه ایتالیایی رو واسهتون بذارم بهم بگین، توی کامنت ها بهم بگین، واسهتون میذارمش کامنت رو. نمیدونم میتونم پین بکنم یا نه، اگه تونستم پین میکنم، اگه نه که خب واضحه میتونید اونجا پیداش کنید. خب این آماده است، به این صورت شد، به این صورت. حالا میره توی فر، من میذارم روی دما رو میذارم روی 2 طرف. روی من فرم یکم درجهش خرابه، میذارم رو 250. شما فکر کنم رو 180 بذارین کافی باشه. و تایمش هم میذارم رو 30 دقیقه تا 25 تا 30 دقیقه. فکر نمی کنم اونقدر زمان ببره. من تا حالا ویدیوهای لانگ نساختم و برای همین الان تو ذهنم همش طوریم که نه بذار اینو نگم، بذار یه تیکر نگیرم ویدیو بلند میشه. ولی خب حالا شما مخاطب عزیزی که داری ویدیو من رو میبینی، اگه نظری، انتقادی، پیشنهادی داری لطفا به من بگین که من بدونم آیا شما دوست دارین مثلا من آشپزی بکنم و در مورد یا و در مورد یه موضوعی هم همینطوری صحبت بکنیم با هم دیگه، چون دوست دارم معاشرتی باشه، با هم دیگه صحبت بکنیم، با هم دیگه ارتباط بگیریم. بگین که اینطور ویدیو رو دوست دارین یا نه.
خب بخوایم بریم سراغ غذای بعدی، همون سالاد کارتوفلی که گفتم. سالاد کارتوفلی یه غذای آلمانیه، همونطور که از اسمش هم پیداست. ما نیاز داریم به سیب زمینی های مکعبی شکل. اسمی اینا رو خوب میکنیم. خب و داشتم که ادامهش رو میگفتم. در کل حالا چه مستقل زندگی کردن چه هر چیز دیگه ای، به نظر من خوبی و بدی های خودشو داره. یعنی اینطوریه که به نظر من خوب و بد مطلق وجود نداره که یه نفری بیاد بگه فلان چیز خوب مطلقه یا فلان چیز بد مطلقه. هر چیز خوبی و بدی خودشو داره. باید ببینی که کدوم به کدوم میچربه، درصدیه در واقع. و به نظر من بازم هر کسی طبق سلیقه خودش، طبق شخصیت خودش، طبق مخصوصا تجربه شخصی خودش که داشته میاد به ما ایده میده. مثلا کسی که نمیدونم ازدواج خوبی نداشته میاد میگه ازدواج خوب نیست. کسی که نمیدونم به هر دلیلی حالا بچه دار شده و حالا از بچه دار شدنش راضی نیست میگه نه بچه دار شدن خوب نیست، مثلا افسردگی بعد از زایمان گرفته یا هر چیزی. کسی که تلاش کرده با درس خوندن به جایی رسیده میگه حتما برو درس بخون. کسی که نمیدونم از اول زندگیش شروع کرده به کار کردن، تو بازار کار بوده، تحصیلات اونچنانی نداره، میگه نه برو تو بازار کار کن، درس به درد تو نمیخوره. به هر حال یعنی چیزی که میخوام بگم اینه که هر کسی از دید خودش میاد به زندگی نگاه میکنه و کلا هممون ما آدما نباید خیلی درگیر این بشیم که حالا اون چی میگه، حالا فلانی چی میگه. نه، فلانی هم داره طبق تجربه شخصی خودش یه حرفی رو میزنه، لزوما چیزی بوده که خودش تجربه کرده و ما هم باید ببینیم که خب حالا زندگی خودمون چطوریه و طبق اون بیایم یه سری تصمیم ما رو واسه خودمون بگیریم. خب اینا رو مکعبی خورد کردم. من فکر میکنم که همین مقدار کافی باشه، اینو نیاز نیست که دیگه استفاده بکنم. این گاز که بپزه بچه، یکی از روش‌های خوبش که میشه با سیب زمینی رو درست بکنیم که حالا خیلی هم ترد و خوشمزه بشه همینه، اینکه سیب زمینی ها رو اول بذاریم نیم پز بشه، نه آب پز کامل، نه نیم پز بشه و بعد کاملا آبشو بگیریم و تو روغن داغ سرخشون بکنیم. حالا این وسط یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم. بعد از اینکه سیب زمینی رو خشک کردیم بهشون نشاسته ذرت بزنیم و بعد سرخ بکنیم. کاملا مثل سیب زمینی های بیرون میشه، دورش ترد میشه و وسطش نرم میشه. حالا اینو بذاریم که بپزه. سالاد کارتوفل حتما باید سس استفاده بکنیم چون طرز تهیه‌اش همینه. ولی خب اون ساندویچی که با هم دیگه درست کردیم، نونش رو درست کردیم، چون اون چیزی سیب زمینی که پهن کردیم به جای نونش قرار میگیره، اون میتونه محتوای درونیش هر چیزی باشه. برای یه سالاد کارتوفل ما میایم اینا رو به صورت اوریب برش میزنیم و برای اون ساندویچمون میایم اونا رو به صورت نواری مثل همون سیب زمینی ها اونطوری برش میزنیم. دیدی یه ویدیوهایی هست فانه، بعد میگه وقتی که خونه باباتی نبودی مثلا یه رول دستمال برم داره هر چقدرش خواسته بوده بکنه برایش میندازه، که همین وقتی که داری مستقل و در زندگی کنی چونو از اون دستمال برم داره استفاده میکنه. حالا این که واقعا مبالغه و اگزاجره و شوخیه، ولی یه چیزی تو همین مایه هست و خب دیگه مسئول خرید چیزا تو خونه با تو میشه، یا مثلا اینکه حالا یخچال خالیه حالا یه چیزی تموم میشه، چون آدم خونه باباش باشه به این چیزی که دقت میکنه. مثلا یه چیز ماست که تموم شد میگه ماست تموم شد، میخرن میارن. آره بعد ولی خب از یه طرف دیگه خوبی داره که خب بیشتر توی اجتماع قرار میگیری و راحت‌تر میتونی پدر مادرت رو درک بکنی، راحت‌تر میتونی خانوادت رو درک بکنی، انتظارات تو ازشون پایین میاری، بیشتر از اینکه ازشون طلبکار باشی متشکرشون هستی.
چون میدونی که وظیفه‌شون نیست دیگه. خب یاد میگیری که وظیفه‌شون نیست. شاید وقتی اونجا زندگی بکنی، پیش خودشون زندگی بکنی، برو با که وظیفه‌شون دیگه. حتما با ناخنک بزنی، نمیشه دیگه. بچه این مسئله من حافظم ندارم، کلا 6 دقیقه دیگه میتونم ویدیو بگیرم و کلا من خودم تو فضای مجازی ویدیوهایی که خیلی خودمونیه و طرف مثلا خودشه، واقعا خودشه، خیلی بیشتر به دلم میشینه تا ویدیوهایی که حالا مثلا خیلی نمیدونم اداییه و اینا. من گفتم خودم بیام یه همچین سبک ویدیوهایی بگیرم. نمیدونم که حالا بقیه هم سلیقه هستن با من یا نه، اما خب حالا این ویدیو رو که آپلود کردیم متوجه میشیم که به چه صورته. خب همین دیگه. این میره برای سالاد، یه دونه دیگه هم دارم خورد میکنم، اینم میره برای ساندویچ. من سرخشون نمی کنم چون این سوسیسا خونگی تولید خواهر خودم، اطمینان دارم بهش، میدونم که چند ساعت آبپز شدن، پخت داده شدن. برای سالاد به صورت اوریب و برای من اینطوری چرا دارم خورد میکنم و برای ساندویچ به صورت البته این واقعا خیلی کوچیکه خیارشور، اصلا نیازی نیست نواریش کنی. حالا شما اگه بزرگو نواریش کنی، ولی من همین رو از وسط نصف کنم کفایت میکنه. حالا اینا رو من انجام میدم. برای سالاد من از پنیر خامی ویلیام استفاده میکنم. تیکه تیکه بعد داخلش پنیر باشه. پنیر چدار یا گودا باشه درستش اونه، ولی من چون نداشتم میتونم حالا از پنیر خامه ویلی استفاده کنم. زمینی ها رو من تست کردم و باید به این محل باشه، یعنی طوری که هم چنگال راحت داخلش فرو بره، هم نه به صورتی که کاملا پخته باشه، نیم پز باشه. سیب زمینی ها رو آبکش کردم. گفتم به جای اینکه بیام و سرخشون بکنم، از اونجایی که حوصله ندارم میام ته یه ظرفی و ترجیحاً کاسه باشه، کاسه کوچیک، گود کوچیک، میام روغن میزنم. اینم دیگه آبش کاملا رفت. سیب زمینی رو میزنم داخلش، دوباره روغن میزنم برای که کاملا به روغن آغشته بشه. الان بسید، ببخشید. خب آره، بینش کاهو قرار میدم دیگه. اینم مواد سالاده. خیارشور میذارم و سوسیس میذارم. خیلی خوشگل شد، وای خیلی خوشگل شد. بزنیم وای خدا بشید و نار بشید و خب امروز که میخواستم ویدیو بگیرم، به خدا اولین بارم این ویدیو لایک میگیرم، قدرت تکلم است. خب اینو به این صورت میایم و رولش میکنیم که به این صورت میشه که با هم آماده کردیم. من میرسم خیلی خیلی خوشمزه است واقعا. انگار که چیپس و پنیر رو یه ساندویچ کردم، وسطش مواد میانی گذاشتن، الان من دارم یه ساندویچ چیپس و پنیر میخورم. خیلی بامزه شده. اینم از سالاد کارتوفل. بریم که تستش کنیم. هر دارم اسمش غذا باشه، یعنی کامل میشه این مواد رو بریزی لای نون و با عنوان ساندویچ بخوری. خیلی هم سیر کننده است.
من یه تست دیگه از این بزنم. به نظرم خیلی ایده خوبیه که کلا حالا مواد غذایی که داریم رو میتونیم با چند مدل غذا درست بکنیم و به روش‌های مختلف سروش بکنیم. من خودم عاشق چیزای جدیدم، جفت این دوتا هم رفت تو لیست مورد علاقه‌ام. و مرسی که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردین. ممنون میشم که اگه انتقادی، پیشنهادی داشتین واسم حتما بنویسین. نظرتون واسم خیلی مهمه. ممنونم بابت اینکه تماشا کردید. ممنونم بابت نگاهتون و روز خوبی داشته باشید.